میدونستی نه؟ معلوم پولکی دنبال پولی فقط. یه کاری که واقعیت قضیه به پول ربط نداشته باشه هیچ موقع هیئت مدیره من نگفتن که بیا این کار انجام بده. من همیشه منو تحت فشار قرار میدادن که بله. خیلی اینو خوب موقع گفتی کلمه تحت فشار رو، چون من آپشنای دیگه حقیقتش دیدم فشار رو داشتی با دستت نشون میدادی اصلا. آره اینو خیلی خوب گفتی. فرض کنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اولین سفر خارجی که انجام میده 4-5 ماه پیش به خاورمیانه هست. ببینید چقدر اهمیت خاورمیانه رو نشون میده برای ترامپ. واقعا سال شوک شدم، چون یعنی اصلا چنین انتظاری رو که اینقدر پیشرفت الان دارن 600 بیلیون دلار به امریکا پول میدن بابت کارهای نظامی، چقدر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، چقدر سرمایه‌گذاری فضایی، چقدر ماهواره بسازیم، چقدر ربات بسازیم، شرکت بیارین از جاهای مختلف. آمریکا عربستان رو به عنوان متحد بزرگ غیر ناتو اعلام کرد و ما کماکان اندر خم یک کوچه ایم. درس های زیادی به نظر من برای ما که همسایه شمالی اونها هستیم در این مسئله هست. سوال اینه آیا توی کپیتالیسم درست هستش که ما فقط مسئولیت رو بذاریم به دوش شرکت ها برای اینکه جامعه رو جلو ببرند، یا یک تعهد گسترده تری داره به جامعه هم و ذی‌نفعان گسترده تری از فقط مثلا سهامدارانش؟ خب صبح شما بخیر آقای ساله، چطوری؟ صبح شما بخیر مهزاد جان، خوبی؟ قربونت برم. ساعت چند اونجا مهزاد؟ آقا ساعت بذار من بگم، بچه ها شاید ندونن، ساعت 6:05 صبح. ببین منو چه ساعتی از خواب بیدار کردی، واقعا انصافه. خروسا هم این موقع بیدار نمیشن، یعنی هنوز خروسا صداشون نمیاد. آره واقعا آفتاب نداریم، شما هم که 9 صبح هستی و دیگه حسابی اونجا، ولی سرد شده الان ساله، درست میگم؟ خیلی همین الان 0 درجه است، یعنی خیلی سرده هوا. God bless United States of California. اینجاست که ما بگیم هوا خیلی خوبه. خوش اومدین به اپیزود 3 توسی پادکست. من مهرزاد سجادی هستم، در حال حاضر دانشجوی MBA و هوش مصنوعی در استنفورد و دانشجوی بیوتکنولوژی در هاروارد، همراه با یگانه دوست بسیار عزیزم صالح از بچهای بسیار خوب MBA استنفورد. این بچهای MBA استنفورد به نظر من واقعا یه دونه باشن. من یک ایرانی دیگه هم پیدا کردم که میدونم تو هم میشناسی حتما، احسان، که سال قبل از ما هستش و سال جان به همچنین هم کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در هاروارد، دانشگاه کندی، دانشکده‌ای که بسیاری از افراد سیاسیون رو در گذشته تربیت کرده. 2 جلسه گذشته خیلی فیدبک‌های خوبی گرفتیم و دستتون در نکنه عزیزان، کسانی که گوش دادن، کسانی که دیدن، خیلی ممنون. لطفا این فیدبک‌ها رو به ما بدید کماکان، چی کار بکنیم چی کار نکنیم که ما بتونیم با انرژی ادامه بدیم. هدف ما اینه که اتفاقات و چیزهایی رو که یاد گرفتیم در استنفورد و در هاروارد، آموخته هامون رو به اشتراک بذاریم و اخبار روز رو هم بتونیم با دیدگاهی که داریم، با چیزهایی که یاد گرفتیم، با اون لنز بتونیم بیاریم توی اینجا و بررسی بکنیم. چطور گفتم آقا ساله؟ بی‌نظیر گفتید. من فقط یه نکته رو خاطر نشان کنم برای دوستان. خیلی ممنون که میشنوید ما رو، خیلی ممنون که میبینید ما رو، ولی یه لطفی هم بکنید، هم چنل هامون رو، کانال های متفاوتمون رو سابسکرایب کنید لطفاً، که ما ببینیم که اونجا شماها هستید و اینکه برای دوستانتون هم بفرستید. ما خودمون حس میکنیم نسبت به با توجه به فیدبک هایی که گرفتیم یکی از خاص‌ترین پادکست های ایران هست این. به نظر خودمون و چیزایی که شنیدیم اینه که موضوعاتش خیلی جذاب و متفاوت هست. شما هم ظاهرا دوست داشتید با دوستانتون با خانواده‌تون به اشتراک بذارید و الا که اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. این به اشتراک گذاریای شماست که اجازه میده که ما رشد کنیم. زنده باشید. کاملا حتما همینطوره. آقا آلاسکا دیگه صبح نداره، میدونستی؟ صبح دیگه نداره؟ نه من از ظهر شروع میشه. من دیگه حرفی ندارم. نه از دیگه شبه دیگه، از الان رفتند برای 64 روز تا 22 ژانویه. من اینو دیروز یاد گرفتم، میدونستم یه سری جای کره زمین اینجوریه و نمی‌دونستم هم آلاسکا اینجوریه. 3 شنبه
ساعت 1:36 بعد از ظهر خورشید رفت دیگه، تا 64 روز تا 22 ژانویه در نمیاد. و با مزگی که یاد گرفتم اینه که آلاسکا به اندازه میامی در طول سال کماکان آفتاب میگیره. اینش خیلی جالب بود، چون در طول تابستون برعکس دیگه شب خیلی نمیشه دیگه، چون مثلا آفتاب ساعت 12 شب شاید بره پایین. آفرین. آره یعنی دقیقاً توی جون و جولای، آگست، آره جون جولای اینا دیگه کلا اونجا صبح. زندگی میکنی چنین جایی؟ من دوستانم شمال سوئد که زندگی میکنن همین جوریه براشون، و تابستونا که میری سوئد خیلی جذابه. تابستونا میری سوئد بعد مثلا تا 11 شب هنوز نور هست و اینا، از این جهت خیلی باحاله. من که از آرزوهای پدرم بوده که آلاسکا زندگی کنن، حالا فعلا که نشد، ان شاءالله در آینده این اتفاق بیفته براشون. چرا آلاسکا رو دوست دارن؟ پدر هم فضای سردسیری رو خیلی دوست دارن، هم اون فضای کلبه های چوبی و اون برف آلاسکا و سگ های هاسکی و اون سبک زندگی رو خیلی دوست می داشتن. حداقل جوان ترکی بودن تا جایی که ما شنیدیم. ما الان 20 سال آرزوشون رو نپرسیدیم که تغییر کرده یا نه این قسمتش. تبریز سرد میشه؟ بله میشد حداقل، دیگه الان دیگه نمیشه. کمتر الان بوستون سردتر یا تبریز؟ الان فکر کنم بوستون سردتر. دیروز که صحبت میکردم بوستون سردتره. ولی تو برف و اینا که همیشه به حال میاد. بله حالا الان که خیلی کمتر میاد دیگه، خود میدونی وضعیت ایران خشکسالی و تغییرات اقلیمی. برف خیلی میاد. تونل میزدن که از یه خونه برن به یه خونه دیگه، از خونه خودشون اصلا در خونه رو بتونن از در خونه خارج شن برن تو کوچه، از کوچه مثلا برن تو خیابون، میدونی همش برف میپوشوند همه رو. اینو آره میومد پایین، سقف‌های خونه ها میرنبید به قولن از بار برف. اگه مثلا صبح نمیرفتی بالا پارو نمیکردی میرنبید سقفت، میدونی کردی تا حالا؟ نه دیگه، حالا ما اون خونه هایی نبودیم که پاروی حیاط و اینا رو کردم، ولی دیگه خونه هایی که ما داشتیم سقفشون چی نبود که برنبه، ولی مثلا بابا اینا که بچه بودن این اتفاقا میافتاد دیگه. من خودم این تونل رو ندیدم، ولی مادر بزرگم تعریف میکرد که چه این اتفاقاتی بوده و میگفتش که مادر بزرگم که کودک بودند تونل میزدن واقعا که از این توی تهران که از این در خونه برن به اون یکی در. ولی من پارو رو یادمه، من خودم پارو میکردم. و یه قسمت خیلی جالب، شاید هم یه مقداری حالا خیلی ناراحت کننده نه، ولی حداقل یه سه موقع رو اعصاب من میره. من مثلا خیلی از دوستان امریکاییم که میگم خب من ایرانی امریکایی هستم، تهران به دنیا اومدم، خیلی خاطرات خوب برف دارم. برف مگه مثل شیب مگه ایران برف میاد؟ برف داریم، اسکی داریم، ریزورت داریم، فلان داریم. یکیشون که اصلا من نمیدونم، فکر کنم صبح تا شب فاکس نیوز گوش میداد، میگفت یعنی مثلا تانک و اینا توی خیابون. میگم چی صحبت میکنی، چی کار میکنی؟ یعنی یه سری تصویرایی که از توی میدیا، حالا هم مینستریم میدیا هم سوشال میدیا پخش میشه، این ذهنیت های عجیب غریبی رو به یه سری از امریکایی‌ها میده که آقا الان در ایران که کلا کویره همش و اصلا هم داخلش زندگی جریان نداره، اصلا نمیدونن خیلی چیزا رو و این مسائل بسیار مبتلا به هست در امریکا متاسفانه. خیلی بله. این هم از این. آقا بریم ببینیم هاروارد چه خبر بوده. به ما بگو که چه کردی هفته گذشته. شما امتحاناتون هم نزدیکه یا هنوز جا داریم؟ آره ما تقریبا 2 هفته دیگه کارمون تموم میشه دیگه. دو هفته آخریم. آره البته امتحان من زیاد ندارم، بیشتر مثلا مقاله پایان ترم و حالا پروژه پایان ترم. امتحان فقط یه دونه دارم از 4 درسی که دارم این ترم. خب مرسی. در مورد هاروارد صحبت کنیم. البته چیزی که میخوام بگم زیاد به هاروارد مرتبط نمیشه، یه خود گسترده تره، چون لیست سوال من دریافت کردم ولی فکر می‌کنم تو بخش آموزش پادکست خیلی میتونه جذاب باشه. من یه چند تا ویدیو تو اینستاگرامم گذاشتم که صحبت کردم از اینکه من الان که هاروارد اومدم ما روزی الی 50 الی 100 صفحه باید مطالعه بکنیم، مخصوصا چون حالا رشته مدیریت دولتی هست و یه سری علوم سیاسی میخونیم و علوم انسانی میخونیم. اساتید مثلا مقالات و کتاب‌های متفاوتی رو برای هر جلسه انتخاب میکنن، گزینش میکنن و ما اونا رو باید بخونیم، بریم سر کلاس در مورد اونها بتونیم صحبت کنیم. به این ساختار کلاس هم میگن flipped classroom، یعنی کلاس برعکس. یعنی از اینکه بری تو کلاس
با یک ذهن خالی بشین اونجا استاد برات مثلا یه سری چیزا رو به صورت کنفرانس درس بده یا ارائه بده، شما میخونی از قبل، آماده میری سر کلاس و حالا در مورد این مسائل صحبت میکنی. بعد من اینو که تو چند بار تو اینستاگرام هم گفتم، ملت گفتن چه جوری 50 تا 100 صفحه مثلا میخونی، مقاله میخونی، فلان میخونی، چت جی پی تی میکنی دیگه، حتما از چت جی پی تی استفاده میکنی دیگه، از ای آی استفاده میکنی برای خلاصه سازیشون و اینها. اونجاها فرصت نیست من توضیح بدم، میخوام اینجا توضیح بدم این مسئله رو. بچه‌ها نه، من خیلی کم سعی میکنم برای این مسئله، برای این قسمت یادگیری کار از هوش مصنوعی استفاده کنم. حالا دلایلش رو بهتون عرض خواهم کرد. یکی از ببین این اولا که یک انتخابه که من از این مسئله استفاده نکنم، این که از هوش مصنوعی خیلی کم استفاده کنم یک انتخابه. میشه استفاده کرد، میتونید شما وقتتون رو بذارید بر چیزهای دیگه، سریع مقاله رو به قول آرتیکل رو آپلود کنید روی چت جی پی تی و بگید آقا خلاصه این مسئله چیه، این خلاصه رو به من بده. ولی من این فرآیند رو دوست ندارم، به خاطر اینکه فکر می‌کنم آموزش و یادگیری بسیار محدود میشه در این فرآیند. چرا؟ مثالش رو برای شما اینجوری میخوام بزنم. مثالش این است که شما میخواید آشپزی یاد بگیرید، میخواید غذا پختن و آشپزی یاد بگیرید. روش یادگیری آشپزیتون اینه که میشینید یه جا، یکی غذای پخته رو میذاره جلوتون، میخورید، بعد میگید که بعد به تو میگن که آقا این غذا رو باید درست کنید، بدون اینکه هیچ وقت به شما نشون بدن که آشپزی چجوری اتفاق میفته. همیشه یه بشقاب غذای جدید، یا مثلا بشقاب باقالی پلو، یه بشقاب نمیدونم تحچین، یه بشقاب فسنجون میذارن جلوتون، میگن آقا با خوردن این غذا تو باید بفهمی که این غذا چجوری تولید شده و درست شده و بعد مثلا بری درست کنی. به احتمال خیلی زیاد شما نخواهید تونست این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون مراحل آماده سازی این غذا رو ندیدید و نمیدونید که چه قدم‌هایی طی شده که این غذا، این محصول نهایی ایجاد شده. کاری که چت جی پی تی و هوش مصنوعی میکنه وقتی شما مثلا میخواید این مسئله پیچیده رو یاد بگیرید، یه مقاله رو بخونید، اینه که اون غذای نهایی رو میده به شما، نتیجه گیری نهایی نویسنده رو میده به شما و شما اصلا نمیدونید نویسنده از کجا شروع کرد، نقطه عزیمت نظریش کجا بود، از چه دلایل و منطقی استفاده کرد، به چه شکل، از چه زبانی استفاده کرد، به چه شکلی این براهین و برهان‌ها رو به قولن پشت سر هم قرار داد تا بیاد برسه به این نتیجه گیری نهایی. اینها رو شما هیچ وقت ندارید و خود این پروسه‌ای هست که توش آموزش اتفاق میفته. یعنی مطالعه کردن فقط ورود اطلاعات به ذهن شما نیست. مطالعه کردن و خوندن اون مقاله یه جور تمرین ذهنیه، یعنی شما خودتون رو در مسیر اون نویسنده قرار میدید و با مسیر منطقی اون نویسنده پیش میدید. برای خودتون فکر میکنید که ای بابا آره این مثلا اینجاش این معنی رو میده، اینجاش این معنی میده، ای بابا مثلا این چه جالبه که از این دلیل داره استفاده میکنه، از اون دلیل داره استفاده میکنه و همراه با نویسنده و نتیجه گیری های اون و براهین اون پیش میدید و این یادگیری رو بسیار بسیار عمیق‌تر میکنه. یه اتفاق دیگه هم که برای شما میفته اونم این است که همینجوری که دارید این براهین رو میخونید که آقا اینا داره روی این قرار میده، اینو روی این قرار میده، این دلیل رو پشت این میاره، خودتون همزمان دارید پیش بینی میکنید که خب این نتیجهش قراره کجا برسه. بعد میبینید که ای بابا مثلا نویسنده این نتیجه رو نگرفت، این نتیجه دیگر رو گرفت. یعنی شما دارید همزمان این پروسه رو یه جورایی با اون پیش میرید. یه اتفاق دیگه هم میفته مخصوصا برای کسایی که شخصیت‌های دانشگاهی دارن و میخوان تو فضای پژوهشی به نسبت باشن، اون هست که شما روش شناسی اون نویسنده رو هم یاد میگیرید. یعنی یاد میگیرید از چه متدی استفاده کرده. مثلا اگه مقاله علمی هست و توش کلی کار آماری و عدد رقمی اتفاق افتاده، بدون خوندن مقاله شما اصلا نمیدونید بدونید که این از چه متدی استفاده کرده، چه جور آمارها رو کنار هم قرار داده، آیا این نحوه کار آماری صحیح هست، صحیح نیست، قابل دفاع هست یا نیست و اینا رو هیچ کدوم رو نخواهید فهمید. چت جی پی تی فقط به شما 3-4 جمله آخر رو به شما میده، نتیجه گیری رو به شما میده، غذا رو میذاره جلوتون، غذا پختن رو به شما یاد نمیده. من میتونم خیلیا حتی تو کلاس خودم این کارو بکنن که از مثلا ای آی استفاده کنن وقتشون کم باشه، ولی من این تصمیم رو گرفتم که به صورت آگاهانه این وقتی که دارم اینجا صرف میکنم، این پولی که دارم اینجا صرف میکنم و اومدم اینجا درس بخونم دیگه، کار دیگه هم ندارم. حالا کاری دیگه دارم ولی اون لحظه‌ای که اون موقعی رو که اختصاص دارم برای درس خوندن، برای درس خوندن و تمرکزم برای درس خوندن. حالا چجوری از هوش مصنوعی استفاده میکنم؟ وقتی که مثلا مقاله رو خوندم تموم شد، یه بار دیگه مقاله رو حالا میدم اون موقع به هوش مصنوعی و ازش میخوام که با من یه مکالمه داشته باشه. آقا مثلا به هوش مصنوعی میگم آقا من اینو خوندم، اینجور چیزها رو در موردش فهمیدم، آیا فهم من درسته، فهم من درست نیست؟ اون با من صحبت میکنه، منو به چالش میکشه، من اون رو به چالش میکشم و در اون راند دوم هست که با هوش مصنوعی وقتی دارم کار میکنم تعمیق بیشتری پیدا میکنه این مطالب در ذهن من و یه جورایی جا میفته برام.
پیشنهاد میکنم برای به شما هم اگر که دانشجو هستید، درس میخونید، کاری مطالعاتی جدی دارید، سعی کنید از این تنبلی و بپرهیزید، چون خیلی راحته دیگه، میری اونجا 2 ثانیه دیگه جوابتو میگیری. بپرهیزید، چون واقعا دارم بهتون میگم این مسیر یادگیری، زمانی که شما میذارید و با مطلب درگیرید، یه جورایی کشتی دارید میگید با مطلب و نویسنده و حتی زبان نویسنده، خودش بخشی مهمی از پروسه یادگیریتون هست. خیلی نکته مهمیه. نمیدونم شما حالا این تجربه رو یه جورایی داشتید نه تو استنفورد؟ نکات خیلی خوبی شما گفتی. چند تا چیزو من بگم. علاوه تحقیقاتی نشون دادن، این تحقیق بچه‌ها میتونن از دانشگاه MIT ببینن که کسانی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن قدرت فکر کردنشون میاد پایین‌تر. این اصلا چیز خوبی نیست، اتفاق خوبی نیستش که بخواد برای کل جامعه بیفته. حالا استفاده کردن از هوش مصنوعی نوع مختلفی داره. شما میتونی مبحث جدیدی رو یاد بگیری، میتونی کاری که من خیلی زیاد باشه انجام بدم، یه مقاله جدید اومده توی خود یادگیری ماشین، توی حوزه هوش مصنوعی، توی رباتیک، توی بیوتک، هر چیزی. قدیما ساله، خب قربونش برم، این مقاله‌ای هم که میان بیرون 50 صفحه است، یه مقاله‌ای که مثلا پابلش شده. حالا من می‌خواستم برم اینو بخونم، برم این دیتا رو از اپندیکسش بگیرم، الان خیلی راحت‌تر انگار دارم با نویسنده اون مقاله صحبت میکنم. اصلا یعنی یکی از به نظر من خفن ترین اتفاقات و مهمترین اتفاقاتی که توی هوش مصنوعی انجام داره توی حوزه آموزش همینه که شما میتونی مقالات جدید رو واقعا مثل این که داری با یک خود نویسنده صحبت میکنی ازشون سوال بپرسی، ولی این لازمش اینه که شما متوجه بشی که آقا مبحث در مورد چی هست، بتونی ذهنت در اصل اکتیو باشه بیشتر، نه اینکه فقط بخاطر اینکه مشق کلاس رو انجام بدی، خب بدی به چت جی پی تی اینم به من سامریشو بده منم سابمیت کنم. خب شما اگر اون انتخابو کردی، داری وقت تو سر کلاس از دست میدی، هزینه‌ای که داری میکنی سر کلاس از دست میدی و این قضیه مسلما خوب نیست. این در مورد استفاده از هوش مصنوعی که کاملا این کانسپت فلیپ کلاس روم میدونی از کجا اومده؟ بگو. استاد فیزیک استنفورد یه کسی بوده، خدای اسمش یادم نمیادش، خیلی آدم خفنی بوده، شاید نوبل حتی برده باشه و بعد در دوران آخر زندگی حرفه‌ایش میاد به این نتیجه میرسه که خب من میخوام خیلی کار تاثیرگذار بکنم، چی کار بکنم که بچه‌ها خوششون بیاد از این کانسپت فلیپ کلاس روم، و بعد میاد بچهای سال اول استنفورد و فیزیکو به طرز فلیپ کلاس روم بهشون یاد میده. من خودم یک کلاس فلیپ کلاس روم برداشتم قبل از اینکه بیام گراد سکول که بودش در مورد سلولر بیولوژی، کلا بیولوژی سلولی که تو دانشگاه UCLA برداشتم و فلیپ کلاس روم بود و به جرئت میتونم بگم یکی از کلاس‌های بود که من بیشترین مقدار یادگیری رو توش داشتم، به خاطر اینکه قبل از اینکه میایم سر کلاس مطالب رو میخوندیم، چپتر رو میخوندیم، آرتیکل رو میخوندیم. بار اول که توی کلاس مثلا استاد که تو کلاس صحبت میکرد دیگه بار اولی نبود که ما ایشون رو میشنیدیم و بعد توی کلاس گروه‌های کوچیک میشدیم. پس همه نگاه کردن، همه یه آشنایی دارن که آقا سلول چیه، میتوکاندریا چیه، پروتئین چیه. حالا میرفتیم توی گروه‌ها صحبت میکردیم، حسین آقا به نظر شما مثلا میتوکندریا این پروسش چجوریه، اون چجوریه، اینا خیلی باعث میشد که این ذهن فعالتر باشه، به جای اینکه ما فقط بشینیم یه کسی روی تخت سیاه یه چیزی رو بنویسه و ما گوشیمون رو چک بکنیم، این بر اون ور بکنیم، ایمیل رو چک بکنیم. خیلی فلیپ کلاس روم واقعا کمک کرده. شما کلاسای دیگه هم دارین که فلیپت باشه؟ تقریبا همه کلاسمون همینجوریه، همه فلیپ داریم، همه سمیناری خیلی کم داریم. آره تو استنفورد من خیلی از کلاس‌ها همینطوری بود. آره ایوه، پس همه کلاس‌ها اکثرا اینجوری که قبلش بخونیم. ایوه. یه مطلب دیگه هم هست مرساد میخوام در موردش صحبت کنم، البته من اون رو بعد شما صحبت میکنم که خیلی خسته کننده نباشه برای مخاطب. شما یه کوچولو از استنفورد اگه میخوای صحبت کن بعد دیگه من. شما هیچ وقت خسته کننده نیست، اصلا شما بفرمایید، خواهش میکنم. اصلا این شمای میکروفون، شما تا فردا صحبت بکنی هیچ خسته نمیشه. آقا من میگم این هفته حقیقتش یه مقداری خبر و هارواردمون میکس شده. من احساس میکنم تو میدونی ما داریم به کجا میریم، به خاطر اینکه
یه سری خبرهای نسبتا خوب داریم در مورد هاروارد، یه سری خبرهای متاسفانه نچندان خیلی عالی داریم. آقا شما خیلی نمیخواید در مورد آموخته های خود در استنفورد صحبت کنی قبل؟ چرا میتونم بگم. آره ولی خواستم بگم که خبرم آره خبرها رو باید خود وقت بیشتر بذاریم براش. خبرمون به هاروارد رسیده. این هفته ما یک کلاسی داریم به اسم Leading with Values که هست رهبری با استفاده از ارزش‌ها. توی این کلاس میام در مورد مباحث تصمیم گیری های نسبتاً سختی که یک رهبر یک ارگانیزیشن باید انجام بده تصمیم میگیریم. و رهبر یک ارگانیزیشن، حالا منظورم تنها مدیر عامل نیست، مثلا توی کلاس به خصوص بچهای MBA خیلی هاشون از کانسالتینگ میان، حالا یا توی مکینزی بودن یا توی بین بودن یا توی باستن کانسالتینگ گروپ مشاور بودن اینا. بله. و دوستان که اونجا بودن خب خیلی ها بچه ها در این راستا هستن که آقا ما میخوایم زمین طولانی مدت دووم بیاره، نمیخوایم زمین رو با فقط چاه کندن و نفت در آوردن از بین ببریم. این ایدئولوژی های ساستینبیلیتی رو دارن و خب این خیلی چیز خوبی هم هست، ولی شرکت های کانسالتینگ مثل این چیزایی که من نام بردم خیلی هاشون در اصل مشتری های بزرگی که دارن شرکت های نفتی هستند و خیلی مواقع هم این شرکت های نفتی میخوان سرمایه گذاری بکنن، حالا یا اینکه آپریشن هایی که دارن توی حوزه نفت و گاز رو گسترش بدن و یا یکم بیان سمت انرژی های سبزتر، حالا میتونه هیدروژن باشه، میتونه کار برقی باشه. خلاصه توی این کلاس ما هر دفعه یک دیلمایی رو صحبت میکنیم. حالا مثالی هم که زدم یک دوراهی اخلاقی. آره دقیقا همینطوره، یه دونه دوراهیه، یه دونه دیلماست در مورد اینکه خب آقا شما الان مشاور هستی، مثلا شوران اومده که شرکت بزرگه یا شرکت های دیگه نفتی اومدن و میخوان که از شما مشاوره بگیرن. شما حالا اون داینامیک هم داری با رئیس خودت، این تقریبا معذوریت های اخلاقی خودت، حالا چیزایی که داری، آیا این کار رو انجام میدی نمیدی؟ مثلا مباحث اینطوریه. این هفته به نظر من خیلی جالب تر بود چون یه مقداری فلسفی تر هم شد. ما در مورد این صحبت کردیم که بهش میگن shareholder capitalism و stakeholder capitalism که ایده اصلی در از این آقای میلتون فریدمن اومد که یک اقتصاددان خیلی خفن تاریخ هستش. ایشون نوبل بردن 1912 تا 2006 و توی همونطور که خود میدونی سال جان در اقتصاد یه طرز تفکری داریم، مدرسه فکری داریم، سکول آف ثاتی داریم به اسم شیکاگو سکول آف ثات که ایشون خب قسمتی از این شیکاگو سکول آف ثات بودن و طرز فکر این بودش که آقا سوال اینه آیا توی کپیتالیزم درست هستش که ما فقط مسئولیت رو بذاریم به دوش شرکت ها برای اینکه جامعه رو جلو ببرند و یا نه شرکت ها باید بیان از روی خیرخواهی یه سری کارا رو انجام بدن؟ سواله در اصل اینجوریه، یعنی شما یک طرف اسپکتروم داری شیرهولدر کپیتالیزم، یک طرف دیگه اسپکتروم هست ستیکهولدر کپیتالیزم و استاد ما کاری که کرد مثلا من این سوال بپرسم برای خودم هم روشن‌تر بشه اون چیزی که تصویری که شما ترسیم کردی. پس سوال اینه که آیا تعهد شرکت در وهله اول به سهامدارانشه یا یک تعهد گسترده تری داره به جامعه هم و ذی‌نفعان گسترده تری از فقط مثلا سهامدارانش؟ درسته؟ بله. مثلا یه شرکت نفتی سهامداراش که سهامداراش هم درسته، ذی‌نفعان دیگرش ممکنه محیط زیست باشن، ممکنه مثلا بومیان اون منطقه باشن، ممکنه جامعه‌ای که اونجا دارن زندگی میکنن باشن. پس سوال این است که تعهد شرکت به سهامدارانش هست یا ذی‌نفعان گسترده تر؟ کاملا بله. مرسی. خواهش میکنم. اینکه ذی‌نفعان گسترده تر در شرکت اونو میذاریم یک طرف این کل بازه و استاد اومد توی کلاس، این حالا یه قسمت کوچیک‌تری بودیم، مثلا ما بودیم شاید فکر کنم کمتر از 20 نفر. گفت خب کسانی که فکر میکنن shareholder capitalism یعنی به اون کسایی که سهامدار هستن عدد 1،
هر کسی یه دونه از این استیکی نوتا داشت. روی این استیکی نوتا که از این کاغذ کوچولو شما مینوشتی من آقا شیرهولدر کپیتالیزم، من به نظر من شرکت فقط مسئولیتش به سهامداراشه و شما میشدی یک. اون ور قضیه اسپکتروم اگر شما فکر میکردی که باید به ذینفع‌های گسترده تر شرکت جواب پس بده و پاسخ بده و مسئولیت شرکت هست و مسئولیت مدیران شرکت هست که این کارو بکنن، شما میرسید 10. و خیلی جالب بود که سال در بیزینس اسکول در مدرسه کسب و کار و تجارت استنفورد یه کسی خب شاید از بیرون فکر بکنه میگه خب همه میزنن یک، هم سهامدار میخوان بزنن، همه بیان اینور، همه برای بیزینسن یا به قول اینا پرو بیزینسن، همه میخوان اینجوری. کل اسپکتروم بود، یعنی ما از یک داشتیم تا آخرش که 10 و استاد ما رو دور میز نشوند گفت یک بشینه سمت چپ من، از این ور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بچه‌ها کل اسپکتروم شروع کنیم به بحث کردن. کل طیف، یعنی با ده خدا من میرفتم پادکست خود ده خدا بیامرز اینجا اگر بود هر 30 ثانیه واسه من زیر نویس میذاره گسترده های نم چی بود اون یکی. نه خواهش میکنم. یه عده از شنونده هامون من مطمئنم که شاید بسیار از این کلمات انگلیسی آشنایی نداشته باشن، می‌خوایم در دسترس تر باشه مطالب بر اونها. به خاطر چون به بزرگی خود بسیار ارزشمند هستش. یاد جوونیای ده خدا افتادم، کاری که می‌کنی بسیار ارزشمنده. و خلاصه ما رو دور میز نشوندن ایشون و من با شخصیتی خودم هم دارم، هم یه مقدار طرز تفکرم و همین که دوست داشتم بحث داغ بشه، من دادم شماره 1 و نشسته بودم دقیقا سمت چپ. میدونستم از همون اول از اینایی، میدونستی نه؟ معلوم پولکی دنبال پولی فقط بنده پول. حالا میدونی آخه جالبی قضیه اینجاست که نه که بخوام بگم آقای فریدمن هم مثل من بوده، به حال ایشون که در یه قسمت دیگه بود ایده‌های منو کپی کرده بوده، ولی عمو میلتون هم همینو میگفته، آقای فریدمن هم میگفتن که اتفاقا باید وظیفه شرکت ها باشه که این مسئولیت ها انجام بدن و ما شروع کردیم به بحث کردن. من که این بر بودم، خب من شروع کردم از نقطه دیدگاه خودم صحبت کردم. گفتم من شرکت داشتم، ما توی جلسه هیئت مدیره میرفتیم، یک بار توی جلسه هیئت مدیره مثلا سهامدار من به من نگفتن که آقای مدیر عامل به نظر من برای خوب شدن کره زمین یا برای بهبود حال افراد در کارخانه ها یا برای یک کاری که واقعیت قضیه به پول ربط نداشته باشه، هیچ موقع هیئت مدیره من، بورد آف دیرکتور من هیچ موقع نگفتن که بیا این کار انجام بده. من همیشه منو تحت فشار قرار میدادن که بله. خیلی اینو خوب موقع گفتی کلمه تحت فشار رو، چون من آپشنای دیگه حقیقتش رو دیدم فشار رو داشتی با دستت نشون میدادی اصلا. آره اینو خیلی خوب گفتی. من همیشه تحت فشار قرار میدادم به خاطر اینکه آقا چرا درآمد نداریم، چرا توی فلان کاری که کردیم، چرا توی این کارخونه سعی روش نکردیم، چرا قرارداد با فلان نرفته. و من واقعیت رو اومدم توی کلاس گفتم آقا بچه‌ها در واقعیت اینجوریه. خیلی جالب ساله اون کسی که شماره 10 نشسته بود، اون فرد نان پرافیت، یعنی شرکت‌های غیر انتفاعی قبلا تجربه داشت و توی آفریقا کمک میکرد که خودش ورزشکار بود و کمک میکرد که توی آفریقا بچه‌ها بتونن جا پیدا بکنن و اون دیدگاهش اومد به اشتراک گذاشت. گفتش آره به نظر من شرکت‌ها اگر شما اینو بذاری به دوششون اصلا چیزی بر عهده نمیگیرند و همه کارها میفته روی اون مردمی که دارن این قضیه رو تجربه میکنن، چون پولی توش نیست هیچکی دلش نمیسوزه. و خیلی جالب بود. و خب واقعیت قضیه اینجاست که دیدگاه من هم اینه که در جامعه، در سطح کلی جامعه چنین چیزی نیاز هست که شما ارگان‌های متفاوت داشته باشی. یه سریاشون غیر انتفاعی که بخوان از روی خیرخواهی این کارا رو انجام بدن، مثل حالا کمیته نجات طوری، حالا یه سریاشون خیلیاشون هم ارگان‌های نان پرافیت دیگه‌ای که این کار هستن به افرادی که اعتیاد دارن کمک میکنن، افرادی که بی خانمان هستن کمک میکنن، غذا میدن. یه سوال ازت بپرسم، مسیج میون کلامت شکر، یعنی شما خودت یعنی تقریبا واقعا ذهنیتت همون هست که یک دیگه، یعنی شما یعنی
تعهد اصلی شرکت رو نسبت به سهامداراش میدونی و زیاد مسئولیت اجتماعی گسترده تری برای شرکت قائل نیستی. بله. من از لحاظ ولی اینو میخوام اضافه بکنم که نگن قلب سرد یخی اقتصادی، من وظیفه شرکت رو میدونم و نکاتش هم میتونم بگم، نکاتش رو خیلی عمیق‌تر میگم. بچه‌های خواستن میلتون فریدمن بسیار آرتیکل داره در مورد این قضیه و ایشون جایزه نوبلشون هم روی همین قضیه بوده. ولی یه تمایزی میخوام قائل بشم. یکی این که شرکت باید وظیفش این باشه که بتونه سوددهی رو بیشتر بکنه. جامعه و دولت ولی وضعشون متفاوته. یعنی در جامعه اینکه ارگان‌هایی باشن که غیر انتفاعی، یعنی اینکه ارگان‌هایی باشن که هدفشون سوددهی نیست، کاملا لازمه. من خودم با این ارگان‌ها هم تا حالا اینا رو استبلیش کردم، تأسیس کردم، کمک کردم بهشون، چه کمک زمانی چه کمک مالی، و اینها نیاز دارن که توی جامعه باشن. من پس مخالف اونها نیستم، ولی اگر یک شرکتی هست که من توش سرمایه گذاری کردم یا خودم مدیر عاملشم، آقا من نمیخوام تو این پولو بری جای دیگه هزینه بکنی. و آرگومنتی هم که بحثی هم که آقای فریدمن میکنه دقیقا همینه که شما به خاطری که افرادی که توی شرکت هستن افرادی نیستن که از طریق پروسه انتخابی به اون نقطه رسیده باشن، سیاست مدار که نیستن، افراد سیاسی نیستن که انتخاب شده باشن توسط مردم. واسه همین اصلا ایده خوبی نیستش که شما به اینها اعتماد بکنید که اینها بیان کارهای غیر سوددهی انجام بدن و یه دیدگاه کلیه اینجوریه. ولی خب میگم از اون طرف آلودگی کره زمین، خیلی از اتفاقات محیط زیستی و نیاز به این دیدگاه داره که کسای دیگه غیر از شرکت ها هم باید بیان توی این حوزه فعالیت بکنن. حالا من برام خیلی جالب میخوام ببینم تو کجای این طیف میفتی. این قرار نبوده از ما بپرسی. من یه کوچولو تقریبا فکر کنم وسط مثلا روز 3-4 باید باشم احتمالاً. یعنی من فکر میکنم که عمده تعهد شرکت نسبت به سهامدارانشه، ولی من این به مسئولیت اجتماعی برای شرکت قائل هستم هنوز. یعنی فکر میکنم یه قسمتی از فعالیت‌های شرکت در خیر عمومی جامعه هم باید در نظر بگیره، ولی من همون هولوش مثلا شاید 4 بیشتر. حتی تو اون جلسه هم که این کلاس رو ما یه شکل دیگریش رو داشتیم، کلاس اخلاق کسب و کار، نظر من همینجوری بوده. 4 حدود عمله 3-4. آره قبول. من میگم بیا به قول جنگ ستارگان join the dark side، بیا سمت پول اون براخه، واقعا پول در سمت. ولی آره آخر کلاس همدیگه رو بغل کردیم، همه با هم دوست بودیم. اون کسی که شماره 10 بود اومد به من گفتش که آره این کاری که میکنی ادامه بده، بتونیم، چون ببین سوددهی بیشتر یعنی که تو داری محصولی میسازی که نیاز جامعه رو داره برطرف میکنه. بله و از اون طرف کسی که داره کار انجام میکنه، من اسمش مری بود، گفتم مری همه کار خوبی که داری میکنی برای بشریت و آدمیزاد رو خواهش میکنم ادامه بده، چون انقدر من برای هدف اینها، برای مأموریتی که این سیستمشون داره که به بچه‌ها کمک بکنم احترام قائلم که حد نداره. جفتش لازمه. آقا بریم سمت شما، میکروفون خدمت شما. مثل جلسه پیش در مورد شبیه سازی صحبت کردم من در کلاس بازدارندگی هسته‌ای و شما در مورد کلاس رهبری خود در مورد شبیه سازی صحبت کردی که اونجا شما نقش تیم بود که یکی رو اخراج کنی و خودت داشتی میگفتی که یکی از تمرینایی که می‌خواستی اونجا انجام بدی این بود که یه جوری میشه گفت برای اولین بار توی یک فضای کنترل شده آزمایشگاهی به قولن آزمایشگاه انسانی بیای تمرین کنی که چجوری به افرادی که حالا روبروی تو هستن یه نه جدی بگی یا باهاشون مخالفت کنی. و حالا خودت یه تجربه گفتی از موقعی که سر کار بودی، کار می‌کردی، شرکت خودت داشتی، همین هیئت مدیره‌ای که میگفتی، تو میگی که به بچه‌ها گفتی که یکی از دغدغه‌هات این بود که چجوری من به این هیئت مدیره که در مقام قدرت نسبت به من قرار دارن نه بگم یا باهاشون مخالفت بکنم. من این یاد یک چیزی انداخت، خاطری انداخت. من همون هفته پیش یادداشت کردم که در موردش این هفته صحبت کنم، به نظرم خیلی جالبه.
من هلند که درس میخوندم، درسم که تموم شد هلند، دنبال کار میگشتم. یکی از بهترین کارهایی که شما میتونید واردش بشید بعد از تحصیل در رشته کسب و کار و بیزنس و اینها، همین مشاوره هست. همین شرکتایی که شما اسمشون رو بردید، مکنزی و مثلا بی سی جی و اینها، صنعت مشاوره مدیریتی، به قول انگلیسیش میشه منیجمنت کانسالتینگ، یکی از صنایع، یکی از بسیار بسیار جذاب و رقابتی هست. خیلی سخت وارد شدن بهش. هلند هم که من بودم، تعداد شرکت‌هایی که انگلیسی زبان استخدام می‌کردن در اروپا خیلی خیلی کم بود. بیشتر شرکت‌هایی که در مشاوره مدیریت استخدام می‌کنن زبان محلی شما رو نیاز دارن که شما صحبت کنید. اگه تو فرانسه هستید همشون فرانسوی زبان استخدام می‌کنن، اگر آلمان هستید همشون آلمانی زبان استخدام می‌کنن. هلند یک کوچولو متفاوت بود. یکی دو تا شرکت مشاوره مدیریتی در هلند هستن که انگلیسی زبان هم استخدام می‌کنن. اون موقعی که من اونجا بودم تنها شرکتی که این کارو میکرد الیور وایمن بود. شرکت الیور وایمن یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاوره، مخصوصا مشاوره مالی دنیا هست. آقا ما می‌خواستیم که وارد این شرکت بشیم، خیلی هم سخت بود ورود بهش. شما رزومه‌تو میفرستید، نامه‌هاتو میفرستی، یه سری امتحانا برای شرکت میدی، پروسه جذبش خب پروسه پیچیده‌ایه. بالاخره اولین مصاحبت رو با منابع انسانی شرکت انجام میدی. اگه منابع انسانی شرکت اوکی داد، میری مصاحبه راند بعدی با سطح مدیران میانی شرکت مصاحبه ها تا انجام میدی. و خیلی جالب بود مصاحبه هایی که اونا با من انجام میدادن، با اینکه شغل من قرار بود در حوزه کسب و کار و بیزینس و مدیریت مالی و مشاوره مالی باشه، مصاحبه هایی که اونا با من داشتن بیشتر چیستان بود. یعنی سوالایی که از من میپرسیدن به بیزینس ربطی نداشت. و الیور وایمن خیلی معروفه به اینکه مصاحبه هاش چیستان طورن، از یا ریدل انگلیسیش میشه، از شما چیستان میپرسن و نحوه تفکر شما برای حل کردن این چیستان رو میسنجن. میخوام بدونن که شما چجوری میتونید مسئله حل کنید. یعنی حل مسئله رو از قالب بیزینس خارج میکنن، میگن آقا اصلا میبینیم چه آدمه چه قابلیت‌های کلی برای حل مسئله داره. سر همین راند دوم دو تا مصاحبه متفاوت داشتم با مدیران رده میانی. اینا چیستان بود. اینا که پاس میکنی، اگه پاس بشی میری قول مرحله آخر. یکی از به قولن پارتنر یا صاحبان شرکت شما رو مصاحبه میکنه. هر شعبه‌ای صاحبان خودش رو داره از شرکت، به صورت همین مشارکتی واقعا هم. یعنی مثلا شعبه آلمان یه سری صاحبان داره، شعبه هلند یه سری صاحبان داره، بعد این صاحبان مدیریت میکنن کل شرکت. خلاص مرحله آخر، قول مرحله آخر تو میگی مثلا با یکی از صاحبان شرکت مصاحبه میکنی. مثلا باورت نمیشه. آقا ما رفتیم سر مصاحبه، اینجوری مصاحبه رو شروع کرد. گفت که سلام، خوبی؟ بریم سر کیس، بریم سر مثلا سوال. و من عادت داشتم که خب اولش معرفی کوتاهی و اینایی بشه. من گفتم که قربان شما میخواید من خودم معرفی کنم؟ اگه شما سی وی منو خوندید، حداقل من خیلی خوشحالم که شما خودتون رو معرفی کنید. با یه اخ میگفت که من که سی وی تو رو خوندم، احتیاج به معرفی نداره. تو هم اصولا با تحقیق میکردی که من کیم، نیاز نداره من خودم معرفی کنم به تو. اون فکر میکرد من میدونم این کیه. تو بعضی از اینترویوها اسم کسی که قرار شما رو در مرحله بعدی مصاحبه کنه رو بهت میگن. خب حالا یا این یا میدونست این کارو نکردن یا نمیدونست. خلاص این گفت که اصلا خوش معرفی نکرد. گفت که تو با اصولا تحقیق در مورد من میکردی، بعد میدونستی من کیم. آقا بریم سر کیس. آقا رفتیم سر کیس. مثلا کیس اولش، یعنی سوال اول مصاحبهش چیستان بود. چیستان خیلی سختی هم بود. آقا ما این چیستان رو حل کردیم. سوال دومش یه سوال فیزیک بود. بعد من مثلا دانش آموز ایران تو مثلا مدرسه تیزهوشان فیزیک دیگه عشقم بوده. بعدش هم مثلا دانشجوی شریف دیگه فیزیک اصلا خوراکم بود. من فیزیک دیگه واقعا لذت می‌بردم از فیزیک. گفتم این چیزی نیست که. آقا سوال فیزیک رو داد، خیلی هم سوال ساده‌ای بود، در مورد سرعت بود. یعنی سرعت هم که می‌دونید F مساوی است با ma. آره سرعت v مساویه با d تقسیم بر t، مسافت پیموده شده در زمان. خیلی فرمول واقعا ساده فیزیکه. آقا این سوالو به ما داد، ما شروع کردیم به حل کردن. بعد موقع کرونا هم بود، زوم بود، اینجوری یعنی از طریق ویدیو کنفرانس داشتیم این کارو می‌کردیم. مثلا من هر چی این سوالو حل کردم دیدم که یه جایش میرسه که من با تقسیم بر صفر کنم. بچه‌ها هم که حالا ریاضی بلدن، شما تقسیم بر صفر اصلا بی معنی هست، یعنی امکان نداره. یعنی اگر شما در یک سوالی مجبور شدید تقسیم بر صفر کنید، یعنی اشتباه بوده این سوال. من دارم میگم هی من فهم کنم من اشتباه کردم. دو مرتبه دارم میرم از دوباره حل میکنم. نه بابا من باید دو مرتبه تقسیم بر صفر کنم. هر کاری میکنم مجبور میشم تقسیم بر صفر کنم و اصلا این سوال اشتباهه در کل. خب بعد با خودم میگم خب مگه میشه سوال اشتباه باشه؟ این آدم اصلا امکان نداره سوال اشتباه به من داده بوده باشه. اصلا سوال فیزیک دیگه من خیلی کلیس که. آقا
عرق داشتم میریختم، حالا اونم خوشبختانه نمیدید پشت ویدیو کال و اینا. بعد زمانم داشت میگذشت، میدونی اونم صبرش، اونم سکوت کرده کاملا، صبرش دیگه داشت به پایان میرسید. نهایتا دیگه مرزاد من دیگه همه جرأتمو جمع کردم یه جا و گفتم که قربان این سوال جواب، آره گفتم آقا اجازه این سوال جواب نداره. گفت بله درسته جواب نداره. یه خوشوبشی کردیم و تلفن قطع کرد. عموما وقتی که شما روز مصاحبه تمام میشه بعد از ظهرش یا فرداش به شما زنگ میزنن و میگن اگر که پذیرفته شده باشید زنگ میزنن و پیشنهاد کار رو بهتون میدن. هم تبریک بهتون میگن، هم پیشنهاد کار رو بهتون میدن، هم مثلا به شما رو خوش آمدگویی بهتون میکنن. این اتفاق صبح افتاد. بعد از ظهرش به من زنگ زد خود این آدم، خود این مدیر عامل، گفت که صالح جان ما میخوایم تبریک به شما بگیم، شما قبول شدید و دوست داریم که شما بیاید برای ما کار کنید با الیور رایمن. و من واقعا روی ابرا بودم اون موقع، اصلا یکی از رویاهام بود که توی همچین شرکتی بتونم کار کنم. ازش خواستم که قربان میشه بازخوردی به من بدید در مورد مثلا اینترویومون و اینا، اصلا داستان چی بود. گفت که من در سوال دوم که سوال فیزیکی بود که پاسخ نداشت، میخواستم توانایی تو برای مخالفت با جایگاه قدرت رو بسنجم. ببینم تویی که میدونی که سنت از من پایین تره، تجربت از من پایین تره، رده سازمانی از من بسیار پایین تره، تازه این برای کارآموزی بود مرزاد، کار فول تایم نبود، برای کارآموزی. میخوام ببینم تویی که قراره در رده سازمانی پایین قرار بگیری، اگه من یه کار اشتباهی بکنم، اگه من این نظر اشتباهی داشته باشم، یا اگه تو اصلا با من مخالف باشی، جرأت داری به من بگی یا همیشه فقط به خودت شک خواهی کرد؟ میخوام بدونم، به قول انگلیسیش گفت I want to measure your ability to disagree with authority. میخوام توانایی تو برای مخالفت کردن با مقام قدرت رو بسنجم. به خاطر همین سوال اشتباه دارم که تو مغزت اونجا گیرپاچ کنه. میتونی بهم بگی که این جواب نداری یا نه و تو تونستی. ببین چقدر جذاب میسنجن فرد رو. خیلی. یعنی به جای که از من بپرسن نماز میت چند رکعته و کفن میت چند تیکه است و مثلا هر دو تیکه سه تیکه بستگی داره که کدوم ساحل باشه میته، این سوال رو از من بپرسن وقت استخدام و اینها، یا اینکه مثلا شما چند بار هفته نماز جمعه میری یا چهارشنبه ها میری یا نمیری، این سوال از ما داشتن میپرسیدن. متوجهید؟ آره ولی میخوام اول که چه جالب و این کار خیلی جالب امریکا نمیشه. من اصلا در هر چی فکر میکنم نمیدونم، حالا الان که خودت هم اومدی امریکا نظرتو بگو، ولی من احساس میکنم هیچ موقع چنین چیزی، چون توی امریکا به صورت کلی آدم‌ها به قول معروف نایستر یا خیلی حداقل خوشوبش ظاهریشون بیشتر از اروپا. من اصلا نمیتونم تصور کنم تو بری توی یه دونه مصاحبه و بعد طرف اینجوری بزنه توی ذوقت که تو بعد منو قبل از اینکه به نظر چه این چیزی تو امریکا. خب اونم داستان داشته مرزاد دیگه، همین کارو می‌خواست بکنه، یعنی می‌خواست اصلا جو مصاحبه رو سنگین بکنه. آره. ایدهش این بود که آقا فردا روز که تو میری سر کار به عنوان مشاور مدیریتی، شما داری به شرکت‌های دیگر مشاوره میدی. تو خیلی کم سنی، عموما شرکت‌های دیگه تجربه دارن، شرکت‌های گنده خیلی استخونداری ان و تو قراره بری مثلا اونا مشاوره بدی، بعد دوچار مشکل خواهی شد، اونا قبول نخواهن که تو قبول نخواهی کرد، بالاخره یه بعضی وقتا یه سری جو سمی اتفاق میفته. آیا تو میتونی تو این جو سمی خودت نگه داری، آرامشت رو حفظ کنی و هنوز به حل مسئله ادامه بدی یا نه؟ پس این اصلا هدفش این بود که به قرآن آب روی خودی گلالود کنه، ببینه من تو این آب گلالود چه جوری عمل میکنم، آیا میتونم ماهی از این آب گلالود بگیرم یا نه. اصلا عمدی بود، میدونی اینا همش عمدی بود، همش یه جور شبیه سازی بود برای خود آدم. و من هنوزم که هنوز یکی از این، شاید ازش 6 تا 5 سال گذشته، ولی هنوزم از یکی از خاطره های خیلی خوبمه و همیشه از این موضوع یاد گرفتم. چه خوب بوده، تجربه خوب بوده. میدونم طرف قصد این کارو کرده، ولی میخوام بدونم تو به نظرت چیزایی که خودت دیدی و شنیدی توی میخوام نظرتو در مورد هم فرهنگ کلی اجتماعی آمریکا در مقایسه با اروپا بپرسم، شاید برای بچه‌ام جالب باشه، و هم کاریه. چون میگم من خب توی اروپا هیچ موقع مصاحبه نکردم، ولی حداقل چیزایی که شنیدم بیشتر اینه که اونجا خیلی دوستای اروپایی خب خیلی زیاد دارم، کسی که از اروپا اومدن همیشه میگن وای شما امریکایی‌ها چقدر بعد دور یه چیزو بزنین، چرا مستقیم به ما نمیدونم بازخورد نمیگین، چرا اینقدر نایسین، چرا اینجوری. میخوام ببینم نظر تو در مورد این قضیه چه، این تفاوت رو تو احساس کردی؟ خیلی جدیه تفاوت. اتفاقا یکی از درسایی که ما تو دانشگاه تو هلند داشتیم در مورد همین بود. اصلا سیستم های متفاوت فکری جوامع متفاوت، و اگر شما تو این جوامع متفاوت بری سر کار چه شکلی باید با این فرهنگ برخورد کنی. یعنی
فرهنگ کار در ژاپن با امریکا، با آلمان، با استرالیا، با خاورمیانه خیلی متفاوته و شما به عنوان یه فرد بین‌المللی، یه فردی که مثلا میخواد در بیزینس بین‌الملل باشه، باید این فرهنگ‌ها رو بلد باشید و واقعا بین اروپا و آمریکا تفاوت جدی هست. آمریکایی‌ها خیلی به قولن خوشگلش میکنن، فیدبک رو به شما میدن، اصطلاحش میشه ساندویچیش به شما میدن، یعنی یه چیز خوب میذارن، یه چیزی هم داره اون وسط اصطلاح اصلیش رو شما بذار من هم یکم ده خدا بشم، در اصلش میگن شت ساندویچ که بتونن بگن بله دیگه شت ساندویچ، یعنی وسطش یه چیز گندی گذاشتن که فیدبک بد است، یعنی فیدبک تلخ است، ولی این دو طرفش رو مثلا با چیزای خوب پر می‌کنن، یعنی چیز خوب بهت میگن بعد فیدبک رو میگن و چیز خوب بهت میگن. ولی اروپایی، مخصوصا اروپای غربی، مخصوصا هلند که دیگه معروفن به رک و سرراست بودن، همینجوری خالی صفر مثلا تو روت میگن مسئله رو و خیلی اوکی. برای من اوکی بود، من دوست دارم، من خیلی آدم صریحی هستم در محیط کار و اوکی بود، دوست داشتم. چجوری؟ آره من احساس میکنم فرهنگ ایرانی هم فرهنگ جاهایی که فرهنگ خود ماها علاوه کاری، خب من اونو خیلی زیاد تجربه نکردم، من خب بیشتر تو فضای پژوهش‌سراها بودم. بله. توی پژوهش‌سرا کار میکردم یا موقعی که ورکشاپ تدریس میکردم. احساس میکنم اون فرهنگی که ما توی ایران داریم بیشتر به اروپا نزدیکه تا توی امریکا. یعنی حس من اینجوری بوده که ما توی ایران هم مستقیم آقای سجادی فلان 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 مثلا این کار بکن اونجوری نکن، خیلی این که وای مثلا آقای سجادی حال شما خوب هست، شما چقدر خوبین، چقدر این کارو خوب انجام میدین، چقدر لباستون قشنگه، ولی راستی مثلا شما با روی تخت مینویسید خیلی بچه‌ها نمیبینن یا ماژیکتون کم. اینجوری هیچ موقع من تا بازخورده نشدم سجادی این درست کن این قضیه رو. بله این تفاوت جدی هست و باید بهش توجه بشه. آره چیز جالبیه. خب آقا بریم، دوست داری خبر خوبای هاروارد رو کاور کنیم اول؟ اگه دوست داری خبر بعدا رو، من نمیدونم این توف سربالاست، یعنی به حال بگو آقا بگو، شما کمر بستی بگو. ببینید خب بچه به نظر من که هیچ کتابی رو نباید با توجه به جلدش قضاوت کرد، این که به حال هست، ولی یک به حال گندی زده شده که من احساس میکنم نمیشه جمعش کرد. آقای لری سامرز که یکی از مدیران و پرزیدنت اسبق هاروارد بودن و ایشون توی دولت کلینتون وزیر اقتصاد بودن، خیلی آقای و اقتصاددان بسیار بسیار ماهر و خفنی هستن، یعنی توی این رشته و حوزه اقتصاد آقای لری سامرز ید طولایی دارند و استاد دانشکده ما هم هست، درس میده. آره دیگه چیز نیستن، رئیس دانشگاه هاروارد نیستن، ولی کماکان درس میدن توی هم کندی اسکول، توی HBS هم فکر کنم درس میدن، توی کالج هم فکر کنم اقتصاد درس میدن، توی هاروارد تدریس میکنن. خلاصه آقای لری سامرز یه طرف داشته باشیم، یک شخصیت متاسفانه بسیار بسیار تاریخی که ما الان داریم، آقای جفری اپستین هست. این آقای جفری اپستین که شاید خیلی اسمشون شنیده باشید، خیلی کارهای متاسفانه افتضاحی کرد. ایشون یه سیستم هرم‌طوری داشتن برای اینکه خانوما رو می آوردن، دختران جوان رو می آوردن و اینها رو وصل می کردن به افراد بسیار پولدار. ایشون اصلا کلا یک سیستمی داشته از بیل کلینتون امریکاش تا پرنس هری بود فکر کنم توی انگلیس، اندرو، انقدر زیاد بودن اینا که البته دیگه این مقام رو ازشون گرفتن و باید فقط دیگه تو خونه اندی صداش میکنیم دیگه، از اندی جون تا آقای بیل کلینتون، خلاص تا حتی آقای ترامپ با این آقای جفری اپستین میگشتن. حتی ایشون در ظاهر یک فرد بیزینسی بودن ولی پشت قضیه این هرمو داشتن و بله که این کارا رو با این خانوما میکردن. بسیار حالا بدبختی قضیه اینجاست که خود خانوم اپستین هم توی این قضیه دخیل بوده. خانومش الان دوست دخترش توی زندان هستش. اپستین که به حال خودکشی کرد توی زندان
حالا اونم فیلمش داستانه. یه سری میگن که شاید خودکشی نکرده باشه، شاید یه سری از این افراد خیلی قدرتمندی که اپستین ازشون مدرک داشته بر علیهشون توی زندان کشتنش، میگن بیل گیتس میتونه باشه، کلینتون میتونه باشه. یه جزیره‌ای داشته این دوست عزیزمون که تو این جزیره که میرفته، این جزیره نه که مدینه فاضله باشه، ولی به هر حال جایی بوده که بچه‌ها خیلی مهمونی اونجا داشتن، مهمونی خوبی داشتن. یه جزیره جنسی بوده دیگه، یعنی افراد رو اونجا دعوت میکرده. آره، این آره. عموما دختران کم سال، یعنی زیر سن قانونی هم اونجا بودن. متاسفانه یه شبکه قاچاق انسان یه جورایی داشته دیگه، قاچاق جنسی افراد. آره خلاصه آره. این قضیه شبکهه که خیلی داکیومنتری روی این قضیه بچه زیاده، یعنی من همه شده یوتیوب و نتفلیکس و اینجور چیزا هم هست دیدم، واقعا خب حالتون بد میشه یکم ببینید متاسفانه، چون یه مقداری یه مقداری یعنی خیلی اذیت کننده است و تاریک میشه این قضیه. ولی حالا یه مقداری من با مزاح میگم که از تاریکی یکم بکاهم حداقل برای فضای پادکست. لری سامرز من نمیدونم اصلا، یعنی هنوز تو ذهن من نمیگنجه که این بشر اولا که مثل اینکه در ارتباط خیلی نزدیکی بوده با جف اپستین و کماکان بعد از اینکه اون دادگاه بوده، بعد از اینکه اصلا حکماش اومده، یه دور زندان رفته اومده بعد از اینکه زندان رفته، بله. کماکان الان کنگره پریروز به خاطر اینکه لری سامرز هم دموکرات بوده، اکثرا همیشه بر علیه ریپابلیکن و جمهوری خواه صحبت میکرده، چه از لحاظ کار اقتصادی چه فلسفه هایی که کلا داره و ریپابلیکن هم خب خیلی باش حال نمیکنن، کنگره هم که دست ریپابلیکن هاست. این فایل ها رو پریروز فایل های اپستین رو در از تمام مدارکی که توی داستان های اپستین بوده و اینها، ایمیل هاشو و مراوداتش رو، بله همه چیز رو به اشتراک گذاشتن با عموم و آقای لری سامرز هم با ایشون در ارتباط بوده. حالا ما نمیدونیم آیا ایشون توی اون جزایر عشق غیر ابدی بوده نبوده و یا اینکه کلا شرایط ایمیل چی بوده. میگن که توی ایمیل ازش مشاوره رابطه میخواسته. بله اصلا یعنی من نمیدونم خیلی عجیب حسابی تو چی فکر میکردی. بعد فیلم ها رو دیدی، سال صبح اومده بود سر کلاس هاروارد معذرت خواهی میکرد، داره اومده بود بچه‌ها ببخشید من میدونم که این قضایا سر کلاس صبح گفتش که این قضایا در اومده، حالا شما نامه معذرت خواهی منم میخونید ولی بریم به مبحث و درس و کلاس برسیم. اصلا یعنی هنوز من تو شوکم. مثلا آخرین خبر رو شنیدی در موردش دیشب؟ نه دیشب چی شده؟ خب پریروز اومد سر کلاس، امروز روز پنجشنبه است که ما داریم اینو ضبط می‌کنیم. پریروز اومد سر کلاس هم چیزی که شما گفتی رو گفت من عذرخواهی می‌کنم. البته از قبل مشخص میدونستم، یعنی این قسمتش مشخص بود که با اپستین ارتباط داشته کلا. البته هیچ وقت هم هیچ اتهام آزار جنسی به لری سامرز نزدن و هنوز هم زده نشد. فقط ارتباطی که داشته با جفری اپستین براش خب دردسرساز بوده. قبلا هم این مشخص بوده. در این راند اخیر یه سری ایمیل هاش پخش شده، همونطور که شما گفتید که توی این ایمیل ها در مورد ارتباطش با یه خانومی کم سن و سالی احتمالاً نباشه اصلا، از جفری اپستین که مجرم جنسیه و یه دور زندان رفته اومده بیرون و داره دادگاهش طی میشه، داره از اون مشاوره میخواد. خلاصه پیروز میاد سر کلاس میگه که آقا من به خاطر این مسائل متاسفم، میدونم خیلی افراد رو دردمندترشون کرده و کار بدی بوده، من به خاطر همین از تمام مسئولیت‌های عمومیم فعلا خودمو کنار میکشم، درس رو برای ادامه میدیم. این پریروزه. خب دیشب تحت فشار حالا فکر کنم مشاورانش و خود دانشگاه و دانشجوهاش و اینا رو نمیدونیم چه جوری بوده، یک سخنگوی اومد صحبت کرد و گفت که لری سامرز دیگه تدریسش رو هم فعلا متوقف خواهد کرد، یعنی تدریس رو هم دیگه نخواهد کرد، سر کلاس نخواهد رفت دیشب. و این یه چیز خیلی عجیب غریبیه. لری سامرز یکی از وزنه‌های دانشگاه هاروارد بوده. بازم میگم هنوزم معلوم نیست که خودش آیا کار فعالیت مجرمانه‌ای داشته یا نداشته، ولی این که شما با یک مجرم جنسی اینقدر نزدیک تا شب قبل دستگیری مجددش در سال 2019 در ارتباط بودید، این ظاهر خوبی نداره. هیچی که نگیم حداقلش اینه که ظاهر خوبی نداره برای همین کسی. کاملا. آره یعنی منم اصلا آره یعنی خودم که امکان توی خبر که شنیدم تو شوک بودم. ولی حالا یه خبر دیگه هم به هاروارد مربوطه و هم به هاروارد مربوطه هم به اقتصاد و یک مقداری تکنولوژی. من میگم تا توی هاروارد هستیم اینم بگیم که حداقل ساندویچش بکنیم قضیه رو، یکم بدل با یکم خوبه ببندیم.
بعدش هم بریم که اخبار آخرم شما سال جان بگی و جمع کنیم. خبر دیگه اینه که این توی همین چند روز پیش قبل از اینکه خبر اصلی این لری سامرز بیاد، هاروارد اعلام کرد که سهام بسیار بسیار بزرگی توی بیت کوین خریده. دانشگاه‌ها اینطوری هستن که یک پولی دارن که این پول‌ها بهش میگن انداومنت. اینها چیزایی هستن که خیلی متشکرم هستم بچه‌ها، ده خدامون اینجا به من کمک میکنه. صندوق سرمایه گذاری که دانشگاه‌ها دارن که اینها پول‌هایی هستش که کسانی که قبلا از اون دانشگاه اومدن و فارغ التحصیل شدن پول میدن. چرا انگیزشون اینه؟ به خاطر اینکه شما اگر مثلا از استنفورد، هاروارد یا هر دانشگاه دیگه‌ای شما فارغ التحصیل شدی، میری کار میکنی، هر چیزی درآمد داری، پولی که به دانشگاه میدی شما تکس دیداکتبل هست. یعنی چی؟ یعنی روی مالیاتی که شما میدین اونجا، اون از مالیات کم میشه، به خاطر اینکه یه حالتی هستش که شما دارین اون پول رو میدین به حوزه تحصیلی و به خاطر اینکه میره توی حوزه تحصیلی شما دیگه در از اگر مثلا درآمد شما بوده در یک سال 2 میلیون دلار، شما 200,000 دلار مثلا میدین به استنفورد، میدین به هاروارد، هر دانشگاه دیگه ای، روی اون 200,000 دلار دیگه اون از مالیاتی که شما میدین تخفیف میگیره روش. خلاصه خواستم انگیزه رو یه مقداری بگم. هاروارد یک بزرگترین صندوق سرمایه گذاریه، ولی سرمایه گذاری میشه مطمئنی اینو؟ آره دیگه، چون اون پولی که میگیرن دارن دانشگاه میبره سرمایه گذاری میکنه، برای خودش ایجاد درآمد میکنه دیگه. آره ولی میگم چون یه مقداری حالا این قضیه تکنیکالشه که حالا دقیقاً فرق انداومنت رو من نمیدونم چجوری مثلا اینو بررسی میکنن، ولی 57 بیلیون دلار به هر حال صندوق سرمایه گذاری داره دانشگاه هاروارد که هفته گذشته اعلام کردن نزدیک 430 میلیون دلار بیت کوین خریدند دانشگاه هاروارد که اصلا یعنی یکی از بزرگترین قسمت‌های سرمایه گذاریشون هست. حالا من نمیدونم که این صندوق رو چجوری بررسی میکنن، هر دانشگاه با دانشگاه استراتژیش فرق میکنه. دانشگاه هاروارد فقط 14% از این 57 میلیونش توی بازارهای عمومی هست. یعنی چی؟ یعنی سهام شرکت‌های مثل گوگل، آمازون، چیزهایی که توی بازار سهام هست و همه بهش دسترسی دارن. بقیه اون 86% دیگه توی بازارهایی هستش که باز نیستند. یعنی چی؟ یعنی شرکت‌های خصوصی و یه قسمتی توی پرایوت اکوتی، که اگر راست میگی پرایوت اکوتی رو ترجمه کن، سرمایه‌گذاری خصوصی دیگه. این سهام در شرکت‌های خصوصی میگیرن دیگه، سهام در شرکت‌های خصوصی. ولی خب بیت کوین حالا من نمیدونم یا به خاطر هاروارد یا به خاطر لری سامرز، الان وال استریت دیروز اعلام کردش که به اصطلاح توی بیر مارکت هست، یعنی که دیگه داره ارزشش کلا میاد پایین. 26% از دقیقاً بعد از اینکه هاروارد خریده این قضیه اتفاق افتاده. یعنی حالا من نمیدونم این نقطه ها چجوری به هم وصل میشن، یکم زمان باید بگذره تا بفهمیم پشت پرده چه اتفاقی افتاده، ولی بیت کوین ارزشش داره همینطور میاد پایین‌تر فعلا از اون پیکی که داشته. البته به بازارهای موازی دیگه هم خیلی ربط داره دیگه، بازار نفت، بازار طلا و اینها ربط داره. یعنی اتفاقاتی که سرمایه وقتی به اون سمت ها بره، حالا به دلایل دیگر ژئوپلیتیک، ممکنه که از بازار بیت کوین خارج بشه و حالا سهام ارزش بیت کوین خود پایین‌تر بیاد. ولی حالا شاید احتمالش هم هست که هاروارد اینو دیده باشه، بدونه که آقا خیلی دارن به سمت طلا میرن، چون اون قضیه کاملا درسته و بیاد قبلش این سرمایه‌گذاری رو بکنه. و ETF ها در اصل، یعنی میخوام اینم مستقیم بگم، هاروارد مستقیم بیت کوین نخریده، ETF خریده، سبد سرمایه‌گذاری هستش که اسمش از آیبت ولی این بزرگترین سرمایه‌گذاری هاروارده. توی هیچ قسمت دیگه 450 میلیون دلار یه جا سرمایه‌گذاری نکرده. آره هیچ موقع از اون 57 بیلیون دلارشون رو نداشتن. و خواستم این قسمت خوبم حداقل بگم که با لری سامرز هاروارد جمع نکنیم. آقا خدمت شما. زنده باشید آقا، زمان رو هم باید داشته باشیم، خدا دیگه نزدیک 1 ساعت داره میشه. خب خبری که من میخوام در موردش صحبت کنم شاید برای ایرانیان خیلی جالب باشه، یه جوری دارن اینو دنبال میکنن خودشون. سفر ولیعهد عربستان به امریکا و قراردادهای اقتصادی که آمریکا با عربستان داره منعقد میکنه.
قبلش میخوام یه چیز خیلی کوتاه بهتون بگم، شاید براتون جالب باشه. من کاری که دارم، شغلی که دارم در حوزه سیاستگذاری هوش مصنوعی با یکی از جذاب‌ترین شرکت‌های هوش مصنوعی امریکا با عربستان هم خیلی کار میکنیم. چند تا از این پروژه هایی که قراره درموردش صحبت کنم رو منم باشون درگیر بودم. بچه‌ها فرض کنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اولین سفر خارجی که انجام میده 4-5 ماه پیش به خاورمیانه هست. ببینید چقدر اهمیت خاورمیانه رو نشون میده برای ترامپ. یعنی اولین سفر خارجی ترامپ میره به عربستان، میره به قطر و میره به امارات متحده عربی. اینها قبل از البته این جنگ ایران و اسرائیل هست. و اولین رهبر خارجی رو هم که به صورت رسمی در کاخ سفید ازش استقبال میکنه، ضیافت شام براش ترتیب میده و اینها، این هم باز رئیس دولت عربستان هست، تقریبا میشه گفت آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که این هفته در امریکا هست. این گرمی و نزدیکی روابط رو نشون میده بین این دو تا کشور. خب چند تا اتفاق افتاد تو این 2-3 روز گذشته که این دو تا رهبر با هم دیدار کردن که واقعا خیلی خیلی عجیب غریبه. اول اینکه آمریکا عربستان رو به عنوان متحد بزرگ غیر ناتو اعلام کرد. یعنی آمریکا سه متحدان داره که در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو با هم دیگه متحدن، مثل فرانسه، انگلستان، مثلا اسپانیا و اینها. یه سری متحد استراتژیک بزرگ دیگه داره که اینا تو ناتو نیستن، مثل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و امروز و تو این هفته عربستان رو هم به این لیست اضافه کرد. این نشان دهنده گرمی روابط به نزدیکی روابط در سطح استراتژیک، در سطح نظامی هست و خیلی خوب مقام عربستان رو ارتقا داره میده تو منطقه. یه توافقاتی کردن در حاشیه این مسئله که آمریکا به عربستان جنگنده‌های فوق پیشرفته F-35 بده. البته این قرارداد مشروط هست برای یک چیزهای دیگه، ولی خب یه توافق کلی شده و عربستان اگر جنگنده‌های F-35 دریافت کنه اولین کشور در خاورمیانه بعد از اسرائیل خواهد بود که این جنگنده‌ها رو میتونه بهشون دسترسی داشته باشه. کلی قرارداد امنیتی دیگه هم بستن، صدها تانک و ادوات نظامی دیگه اونها آمریکا به عربستان خواهد فروخت. خب باعث میشه که عربستان تو آمریکا سرمایه گذاری کنه، دنبال پول عربستانن، یه جورایی عربستان دنبال حالا امنیت و روابطی هست که میتونه از امریکا بگیره. خب انتقادات به این مسائل البته خیلی زیاد هست، ولی خب من در حد خبر میخوام عرض کنم بهتون. دو تا چیز خیلی کوتاه دیگه هم عرض کنم در موردش و یه قسمت عمیق‌تر داره خبری که میخوام درش صحبت کنم بعدش. آمریکا و عربستان یه توافقی کردن برای تولید انرژی هسته‌ای و برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان که آمریکا سرمایه‌گذاری کنه، آمریکا راکتورهاشو ببره اونجا و انرژی هسته‌ای در عربستان تولید کنن. طبیعتاً بدون همه مشقت‌های خواهد بود که انرژی هسته‌ای ما داشته در ایران، برای عربستان احتمالاً خیلی راحت‌تر خواهد بود به خاطر همین پیمان استراتژیکی که میتونه با آمریکا داشته باشه و کلی سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی. حالا میخوام در مورد هوش مصنوعی خود بیشتر باهاتون صحبت کنم بچه‌ها. عربستان یک برنامه بلند پروازانه رو در پیش گرفته از وقتی که محمد بن سلمان یه جورایی انان کار رو در دست گرفته و حالا پادشاه عربستان دیگه خیلی مسن هستن، ملک سلمان در پس زمینن، محمد بن سلمان یه جورایی میشه گفتی که همه کاره عربستان است. از روزی هم که اومده سر کار پروژه خیلی بلند پروازانه‌ای داشته. یکی از بلند پروازانه ترین پروژه هاش پروژه نیوم بود، این شهر طولانی که خطی که میخواست در صحرای عربستان بسازه. بسیار بلند پروازانه بود. شهر به این شکل قرار بود باشه که کشتی های بزرگ کروز وسطش وارد بشن، از توش بگذرن، یک خط باشه. حالا شاید بعضیتون ویدیوهاشو یا رندرهای کامپیوتریشو دیده باشید که اصلا چیز از فیلم های علمی تخیلی انگار اومده بود. این پروژه با شکست خیلی جدی مواجه شده. همین در چند سال گذشته هی اومدن که فازهاشو کوچیک‌تر کردن و حالا محدودترش کردن، مثلا به فقط 1-2 تا فاز اولیه، ولی همون 1-2 تا فاز اولیه هم با یه شکست خیلی جدی روبرو شده. همه محاسبات اشتباه حساب در اومده، میزان مواد اولیه‌ای که احتیاج دارن و سرمایه‌گذاری که احتیاج دارن برای ساخت این یه جوری شده که اصلا این غیر قابل دسترس شده و غیر قابل حصول شده. به خاطر همین با چند تا پروژه بلند پروازانه دیگه که عربستان داشته که اینا یه جوری با شکست مواجه شدن، عربستان الان سعی میکنه خیلی دقیق تر با خیلی
آگاهانه تر پروژه سرمایه گذاریش رو جلو ببره. تو 2-3 سال گذشته یک تغییر جهت داره و اومده تمرکزش گذاشته رو هوش مصنوعی و یه سرمایه گذاری خیلی عمیقی تو هوش مصنوعی داره انجام میده. یه جورایی میخواد که یکی از مراکز اصلی هوش مصنوعی در دنیا باشه با استفاده از تکنولوژی آمریکایی. و خب هم میدونیم که بهترین تراشه سازها آمریکایی هستن امروز حداقل، یعنی شرکت‌های مثل انویدیا، AMD، شرکت ما گراک مثلا و شرکت‌های مثل سیسکو و اینها، و عربستان تونسته که اینها رو قانع کنه و با دولت آمریکا قراردادهایی رو عقد کنه که بتونه هزاران تراشه فوق پیشرفته کامپیوتری رو برای هوش مصنوعی از اینها دریافت کنه، داده سنترها، دیتا سنترهایی رو در عربستان ایجاد کنه. خب عربستان انرژی در اونجا ارزون هست، نفت زیادی داره و فضای خیلی بزرگی داره و بتونه که یه جوری خودش رو تبدیل کنه به یکی از قطب‌های هوش مصنوعی. مسئله خیلی طولانی صحبت کردن در موردش، میتونیم 3-4 تا جلسه فقط در مورد این مسئله صحبت کنیم. فقط می‌خواستم نظرتون نسبت به این مسئله جلب کنم. این حواستون باشه، یه نیم نگاهی داشته باشید به فضای هوش مصنوعی که از عربستان میاد بیرون. به نظر من اتفاقات خیلی بزرگی خواهد افتاد. بازم میگم انتقادات زیاد هست، اشتباهات هم هست، ولی خب یه جهتگیری استراتژیکی رو تصمیم گرفتن دارن جلو میبرن، خوب هم دارن کار میکنن و درس های زیادی به نظر من برای ما که همسایه شمالی اونها هستیم در این مسئله هست. یه ویدیو دیدم من اون روز، آخرین جمله‌ای که میخوام بگم اینه مرساد، یه ویدیو دیدم من اون روز واقعا باعث خجالت بود. در فکر کنم در جزیره کیش یه سمیناری برگزار کرده بودن برای ربات‌های انسان نما، نمیدونم دیدی یا ندیدی. یه آقا و یه خانم لباس ربات بهشون پوشونده بودن، اینا دستاشون رو اینجوری می‌کردن و با صدای ربات مثلا با مردم صحبت می‌کردن. همزمان به اون من ویدیوهایی رو داشتم می‌دیدم تو چین که واقعا ربات‌های انسان نما رو داشتن نمایش می‌دادن توی نمایشگاهی تو چین و مثلا طرف از پشت با لگد میزد مثلا پشت سر ربات 5 متر پرت میشد ولی سر پا بود. ربات انسان نماه، میدونی، مشت میزد مثلا تو صورت ربات 3-4 متر عقب‌تر میرفت ولی سر پا بود. اون ویدیو در چین شاید تو اینستاگرام دیده باشید و این ویدیوی ما یه خانمی رو بعد داریم، یعنی میدونیم پتانسیله. حالا من خیلی کوتاه میگم که خیلی اوورتایم نریم. من خودم سال پیش عربستان بودم، یه چیزی دارم به اسم World Defense Show و دعوت کرده بودن از خیلی افراد متفاوت. از منم دعوت کرده بودن فوریه 2024. من هم توی ریاض سخنرانی کردم و هم توی جده. در این حد بگم که یکی از بزرگترین هزینه هایی بود که یا مبالغی بود که به من بابت سخنرانی هر ارگانی داده بود. وحشتناک روی این قضیه سرمایه‌گذاری میکنن که ما دانش از جاهای دیگه بیاریم. چون اتفاقی که من بودم ژنرال سپیس فورس امریکا بود تا فضانوردهای امریکایی، یعنی همه رو آورده بودن از کسانی که توی این حوزه کار کرده بودن. توی یک اون کنفرانسه که بودیم سال امریکا اینجا بودن. خب میگم همه این جنرالا، کسایی که توی حوزه هوا فضا بودن، حوزه دفاعی بودن، تکنولوژی بودن. این ور سالن روس‌ها بودن، کسایی که تو اون حوزه کار میکردن، شرکتاشون. این ور سالن چینی‌ها بودن، موشکاشون آوردن، تکنولوژی. یعنی من انقدر حال کردم با این قضیه که شما این وسط قشنگ با همه دارین بیزینستون رو انجام میدین. این میلتون فریدمنه برمیگرده. با همه جواب میدین، مردم دارن جوابشو میدن. و توی تاکسی من با راننده تاکسی ها صحبت میکردم. خب چطور، چقدر اولا که مهربون. خب شما نظرتون چیه؟ آره MBS به این محمد بن سلمان هم که همه مخففشون، آره MBS خیلی خوبه، ما رو داره به سمت جلو میبره. من نمیدونستم، ولی مثل این که در از هر استانداری هم یه پسر خاله پسر عمویه. بله. فامیلن، کلن فامیل سعودن طبیعتا. ولی خیلی همه هواشو داشتن. و چقدر من که خب اولین بارم بوده که رفته بودم سعودی، ولی واقعا سال شوک شدم، چون یعنی اصلا چنین انتظاریو که اینقدر پیشرفت، اینقدر اتفاق، هوش مصنوعی که همش رو تو خودت گفتی الان دارن 600 بیلیون دلار به امریکا پول میدن بابت کارهای نظامی. چقدر سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، چقدر سرمایه‌گذاری فضایی، چقدر ماهواره بسازیم، چقدر ربات بسازیم، شرکت بیارین از جاهای مختلف و ما کماکان اندرخم یک کوچه ایم. ممنون که این قسمت رو شنیدید بچه‌ها. درد دل آدم تازه میشه.
بازخورد بدید نظر بدید، بر دوستاتون بفرستید و منتظر قسمت 4 باشید. مرسی بچه‌ها، دمتون گرم. فعلا.